کسایی که عقیده رو نمیفهمن، اینا خواهی نخواهی به مو حسابی که عمر رضی الله تعالی عنه برای کسی که تجارت میکرد یا در مارکت تجارتی او را میدید، احکام تجارت، احکام خرید و فروش، بیع را از پیشش پرسان میکرد. و عمر رضی الله تعالی عنه میگفت که اگر کسی احکام خرید و فروش و تجارت نفهمه، خواهی نخواهی در سود، در ربا ای داخل میشه. کدام بیع جایز است، کدام ناجایز است، قرض چه قسم جایز است، قرض چه قسم ناجایز است، چی را قرض داده میتونی، چی را قرض داده نمیتونی. اینی مسائل گفت که اگر کس نفهمه و خرید و فروش بکنه و تجارت بکنه، یه حتما در سود و در حرام مبتلا میشه. و امی گپ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قدر پخته هست که برای ما همیال 100% ثابت شده که اگر کسی عقیده توحید نفهمه 100% به شرک مبتلا میشه. 100% به شرک مبتلا میشه. چطور به شرک مبتلا میشه؟ دیروز یکی از دوستا برای ما 2-3 دانه کتاب داد. ما در این وقتا در این بحث شرکیات و کفریات سر مسائل تعویض و تعویض نویسی و دم و دعا و اینی گپا که دینی ها سحر و جادو و اینی گپا من سر زمین تحقیق میکنم به خاطر که این کتاب عقیده که است. من نوشته کرده میرم بحثای جدیدشه. در این بخش عقیده و در بخش سحر و جادو و این گپا وقتی که رسیدم، باور بکنین که دیروز یک چند تا جدول در کتاب ما خواندم. یک کتاب است و او را چند تا تصاویر دبای نزی آمده که عکس شیطان کشیده و در دل از این شیطان عکسش هم است، دلش هم است، نشست اعوذ، ما پناه گرفتیم به ابلیس، به شیطان. و این یک کسی که عربی رو نمیفهمه از روی از این کتاب تعویض میده. و اما کسی که خودش تعویض میداد و خودش دمی گپا مبتلا هست، امی کتاب خودش آورد پیش ما، گفت ما از روی از این کتاب ها تعویض میدادیم و دو به زبان عربی این درس ها بخیر بر ما برسه. من کل از او تصاویرش میگیرم و در کتاب خود چاپ میکنم. یعنی او را کسی که یک کمه که عربی را هم بفهمه، او را میبینه که در اونمون نشته است که من پناه میگیرم به ابلیس، اعوذ به ابلیس. خلاص این کل یادی میفهمه چی معنی اعوذ به ابلیس، یعنی من پناه میگیرم به کی؟ شیطان. و این کفر است. و یک کسی که مثلا ادعا میکنه که من شیخ هستم، مثلا من اولادی فلانی آقا صاحب هستم، من از نواسای پیغمبر هستم، از اولادای پیغمبر هستم، من فلانی جی هستم، و حتی خود به درجه کرامت میرسانه، چون این بیچاره ملامت نیست، عقیده را نمیفهمه.